فرد و جمع چگونه میشناسیم. این درس گفتارها حساسیت کمبل را نسبت به بی همتایی فرم زنانه در اسطوره و اینکه برای زنان چه معنایی میتواند داشته باشد نشان میدهد. کمبل اهمیت والای روح مؤنث و ظرفیت خلاق آن را برای وارد کردن معنای تجربیات زنانه در قالب اسطوره‌ای و خلاق درک می‌کرد و به آن احترام می‌گذاشت. این موضوع را هدیه و چالش دوران ما می‌دانست و به تلاش زنان در انکشاف و شکل دادن به این سفر ارج می‌دهد. در تدوین این اثر از روال روایی تاریخی بدان گونه که در درس گفتارها بازتاب یافته تبعیت کردم. کتاب مزین به عکس‌هایی است که کمبل از آنها استفاده کرده و بسیاری از آنها را میتوان در سایر آثار منتشر شده او نیز دید و نشان میدهند که چگونه تصاویر و اساطیر الهه‌ها با کل پیکره کار کمبل عجین میشوند.